آمریکا این بلاحک عظیم و توحش متمدن و بدویت مدرن و خشونت با اتیکت و غارت قانونمند و خوشبختی زشت و آزادی لش و دموکراسی احمق و ایندیویدوالیسم قالب ریزی شده و استانداردیزه و بالاخره همان جاهلیت عرب با شریفهای قرغشی و سیاههای حبشی و کعبه مقدسی که اینک مجسمه آزادی نام دارد و بازار اوکازی که وال استریت است و بنی امیه و بنی عبدمناف که خانواده فورد و خانواده راکفلر و کندی اند و همان خاطره موهوم و فخر مجهول به ابراهیم و اسماعیل که اینجا جورج واشنگتن و ابراهام لینکلن است و در اینجا و آنجا و هر جا طوایف یهود بنی قریظه و بنی نذیر و بنی قینقاع که پول و جواهر و بازار و میفروشی ها را کیول خود دارند، منتها در ابعادی میلیونها برابر آگراندیسمان شده و هر شتر جمازه دکوهانه یک بی 52 8 موتور بمب‌افکن گشته است و دارالندوه شیوخ سازمان سیاه شده است و هر ابولهبی یک دالس یا کسینجر و هر حمالت الحطب و هند جگرخواری یک پتیاره دیو صفت چون خانم روزولت و هر وحشی همزکش یک چونبه یا ژنرال لونول و وانکیو. بله، آمریکا این است.